بهره به عمل تطبیق نمودن 5 تشبس مهم سرور دولت که پر را به منفعت جوانان امروزه خدمت می کند در ناحیه ما نیز کارهای نظررس به عمل تطبیق می گردند. در کالج اگروصنعتی طول بهره اجرای دستور 5 تشبس مهم تدبیر جذاب شده گذشت و در آن از روی هر یک سمت 5 تشبس خوانندگان مکتب‌های این حدود استعداد و اقتدار خویش را نمایش دادند. ما هیئت ایجادی و تکنیکی تلویزیون سوخت در آنجا شرکت داشتیم و برنامه مخصوص را به طور جانانه در همانجا تهیه نمودیم، یعنی متن و نوارهای برنامه در جایش تهیه کرده شد به مانند پخش جانانه. در یک جایگی شما تماشا میکنیم همان برنامه مخصوص را. در هر دور و زمان و در هر قوم و مکان اعتبار به جوانان بسیار بیاندازه بود هست و خواهد ماند، زیرا که جوانان قوه پیشبرنده جمعیت به حساب می‌روند و بیهوده نیست که امروز از جانب سرور دولتمان شوکت میرمانویچ میرزایف به مسئله جوانان بسیار دقت و اعتباری کلان ظاهر می‌گردد و امروز در مقیاس جمهوری بهره به عمل تطبیق نمودن 5 تشبسی که از جانب سرور دولت به ما پیشنهاد کرده شده است بسیار کارها کرده می‌شود و قوه پیشبرنده همین 5 تشبس اساساً جوانان به حساب می‌روند. بهره بالا شدن معنویات جوانان و مضمونات تشکیل کردن وقت خالگی آنها 5 تشبس از جانب سرور دولت به همه ما پیشنهاد کرده شده است و بسیار خرسنده بخش است که این تشبس‌های امروز در ناحیه سوخت نیز اجرای عملی خود را می‌یابند و امروز در ناحیه انیخترش در جمع شهروندان محله طول در کالج اگروصنعتی همین 5 تشبس بهره اجرا نمودن قبول کرده شده است و در اینجا امروز تدبیر محتشم برگزار می‌گردد و ما از سحری بر وقت با این کالج تشریف آوردیم و چون می‌بینید تیاری با این تدبیر بسیار بزرگ است و هیئت ایجادی و تکنیکی تلویزیون در همینجا حاضر بوده برای تیار نمودن موادها با استودیو تلویزیون سوخت و برنامه‌های به طور جانانه در همانجا تهیه نمودیم، یعنی متن و نوارهای برنامه در جایش تهیه کرده شد به مانند پخش جانانه. در یک جایگی شما واقعا رهبر دولت شوکت میرزایف 19 مارت سال جاری در ویدیو سلکتر 5 تشبس مهم عاید بلند برداشتن معنویت جوانان و مضمونناک تشکیل کردن وقت خالگی آنها را پیشنهاد کرده بود و این تشبس را مردم ازبکستان با خوشنودی پذیرفتند و امروزها بهره به عمل تطبیق نمودن تشبس مهم در تمام گوشه و کنار کشور صاحب اختیار ما کارهای نظررس به عمل تطبیق می‌گردند و خصوصا در زیباترین کهن‌دیار وطن سوخت عزیز نیز. همین چیز را گفتن جایز است که اگر 5 تشبس پر را به عمل تطبیق گردد در بین جوانان خود از خود جنایتکاری و حقوق ویران کنی نیست می شود و پیش از همه معنویت جوانان بلند می گردد. چون دیده ایستاده در روستای طول در صحن حوله کالج اگروصنعتی امروز برای گذرانیدن تدبیر بخشیده به همین 5 تشبس همه تیاری دیده ایستادند. تمام کارخانه و تشکیلات ها، مؤسسه های مکتبی و تا مکتبی جلب کرده شدند. همه از روی ساحه خود تیاری می‌بینند. خصوصا هیئت ایجادی و تکنیکی تلویزیون سوخت
اینجا تیاری دیده ایستادند که تا از رفت تدبیر نواربرداری کرده همین لحظه ها را در تلکانال های سوخ، فرغانه و ریسپوبلیکوی نمایش دهند. اعضایان محفل‌های گوناگون کالج اگروصناعتی محصول ایجاد خود را نیز به اینجا گذاشته به مردم نمایش داده ایستادند. واقعا کالج اگروصناعتی یکی از کالج‌های پیشقدم‌ترین ناحیه به شمار می‌رود. در اینجا محفل‌های مختلف عمل می‌کند و جوانان پر اقتدار و صاحب استعداد نیز در اینجا بیشمارند. هنر آموز که از هنرمندی قلف کشایی کنی ندارند. بینندگان عزیز، تشبوس پنجم سرور دولتمان این با جای کار دائمی تامین نمودن زنان و دختران به حساب می رود و البته برای کار امروز دختران ما از کالج تیار می شوند، یعنی برای انتخاب متخصصی به اینجا تشریف می آورند و از متخصصان صاحب ملکه سیر و اسرار این آن کسب را می آموزند. و تا به امروز این درگاه بزرگ علم را با موافق معلومات ماموریت یک چند نفر صدها نفر دختران و پسران ختم کردند با متخصصی دوزندگی، پزندگی و دیگر متخصصی که امروز با جوانان ما لازمند، زیرا که در جریان امروزه هر کس باید صاحب کسب باشد و با کسب خود با وطن خود، با رشد وطن خود، با ترقیات وطن خود حصه داشته تواند. و در خفای ما نمایشگاه محصول دستی دختران و هم پسران جای گرفته است و در طرف چپ باشد محصول دستی دوزندگان و در طرف دستی راستمان محصول دستی چیلانگران جای گرفته است و همین محصولات ها محصول دستی خودی ختم کنندگان همین کالج به حساب می رود و با آنها سیر و اسرار دوزندگی، پزندگی و چیلانگری را محض متخصصین صاحب ملکه امروز می آموزانند. و درباره فعالیت محفل های کالج حالا ما با یکی از مستعدان این درگاه علم هم صحبت می شویم. حاضر در کالج اگروصنعتی سوخت در وقت حاضره تمام مقدار جمع کانتینگنت 249 نفر را تشکیل میدهد. از این از روی دو متخصص در اینجا تعلیم تربیت و صاحب کسب کردن ادامه دارد. حاضر از روی دو متخصص، یک متخصص دایر به خوجه قشلاق، دویمش دایر به تعمیر کردن ماشین ها و جهازهای خوجه قشلاق، دویم متخصص این دایر به دوزندگی برای دخترها. البته من در وقت‌های آخر در اساس قرارهای پرزیدنت غمخواری با کار جا کردن، جای کار تشکیل کردن، این پنجم تشبوسی که دایر پرزیدنتمون اولنگی تدبیر کردن، این تشکیل کردن جهازهای دوزندگی در ناحیه‌های دوردست از جمله در ما به این مناسبت دایر به یونالش یا که رویه سمت دوزندگی الحال 99 نفر دخترها تحصیل علم میکنند و صاحب کسب میشوند. حالا در امسال مقدار عمومی تمام ختم کنندگان کالج 188 نفر را تشکیل میدهد. در کالج ما برای آموختن قراهای کسب همه شرایط ها موجود. من در ما موجود استخوانه های کسبی که در آن ماشین های آخرین رسومنده برآمدگی ماشین ها که تامین کرده شدگی و دیگر شرایط ها در استخوانه ما موجود که در این صاحب کسب میشوند. متخصص های ما دایر به همین کسب ها از طایفه های عالی دارند و من محصولاتی که در اینجا هست البته با مهنت دستی خود میسازند. خصوصا بعد از درس کروژاک‌های فنی کسبی تشکیل کرده شده است که این برای سایقل دادن مهارت کسبی خوانندگان اهمیت کلان عملی دارد. کتاب منبع دانش است. شخصی که کتاب میخواند البته معنویاتش بالا میشود. شخصی که کتاب میخواند هیچگاه به راه بدی نمیدراید و عموما بلند برداشتن مدنیت کتابخانه در گرفتن پیش راه جنایتکاری و حقوق ویرانکنی در بین جوانان حتی اهمیت مهم کسب میکند و
امروز ما چون گفتیم در کالج اگروصنعتی روستای طول می باشیم. در اینجا عکس کتابخانه نشده ایستاده است و ما حاضر با رهبر کتابخانه کالج مذکور هم صحبت می شویم. خود را شناس نمایید. من خوجایارف الهام جان یک چند سالها باز در همین ساحه کار میکنم. من 2008 سال شده شدگی باشد کالج ما. من 11 سال این جانب رهبر اریم همچنین رهبر کتابخانه شده کار میکنم. حاضر در کتابخانه ما زیاده از 18,000 کتاب‌های هر خیله موجود است و قریب که 5,000 درس کتاب‌های درسی موجود است زمانوی. درباره کتاب من چی میگم؟ همچون یک زیاده از 30 سال کار کردگی آدم میگم که کتاب این دوستی انسان است. کتاب خزینه های بسیار خودش را برای کتابخوان میکشاید. البته این کتاب مکتب حیات گفتن ممکن. من به واسطه کتاب های بدیعی را میخوانید. من با امروز جوانان همین میگفتگی هستم که بسیارتر کتاب خوانید، بسیارتر. وقت خودتان را بیهوده به اینترنت و دیگه تلفن ها نداده کتاب را دوست دارید، کتاب را دوست کنید و البته در آینده همچون شمچراغ، همچون یک آفتاب برای راست برای نقص قدم موندنتان البته مدد میشه. درست میگوید. به سبب رهبری دولت برای بلند برداشتن مدنیت کتابخانه اعتبار جدی نمیدهند و من خود شما هم خبر دارید در قسم چهارم 5 تشبس نیز در این باره علاهیده ذکر کرده گذاشتند و باز رهبر دولت چیز خوبی را پیشنهاد کردند، یک تشبس نیکی را پیشنهاد کردند که هر یک شخص با مکتب تحصیل گرفته‌اش یا فعالیت برده‌اش از حساب خود از کتابخانه شخصی خود کتاب‌های بدیعی تحفه کند. همین چیز در کالج شما جریان گرفت؟ آیا با کتابخانه کالج مذکور کتاب‌های بدیعی تحفه کردند؟ البته به قریبی از طرف حاکم ناحیه‌مان در اینجا یارمارک کتابی من این دویم بارش است. وقتی که هم تشکیل کرده شده بود از طرف حاکم ناحیه 25 خیل کتاب به ما همچون تحفه داده شد. از طرف اهالی چی؟ از طرف اهالی من پس پدر و مادران ما مارافون کتاب تشکیل کرده. هر یک پدر مادر من سال اول این قرار پرزیدنت 2017 سال برآمده بود. پارسال ما همین چیز تشکیل کرده زیاده از 60 کتاب به صاحب شدیم از طرف پدر مادرها همچون سوغات داده شد. اکنون حالا عمومی 60 نه لیکن با حساب عمومی گریم این خیلی کم است. و همین چیز را گفتن جایز است که امروز ها در نتیجه همین تشبس نیک کتابخانه های مکتب های ناحیه کالج های ناحیه با کتاب ها بای شده ایستادند. اما باز یک جهت به ما اعتبار دادنمان لازم است که صف کتابخانان را زیاد گردانیم. در کالج شماره کتابخانه آیا زیاد میشه؟ شوق و هوس خوانندگان با مطالعه کتاب‌های بدیعی چه خیلی است؟ بعد به عمل تطبیق نمودن همین تشبس. بعد از همین تشبس من حاضر از طرف خواننده ها موجودی هم کتابخانه ها صفحه بسیار شده است. بغیر از این ما این کتابخانه ما با اهالی هم خدمت میکند. مانده یک از جهت من در کتابداری یک میتود میگوییم اصولی و ماهای ابونمنت عائلوی تشکیل کرده. ما عائلوی ابونمنت ماهیت حاضر زیاده از قریب که 100 عائله به این اعضا این و همین خیلی فعالیتش همین خیلی که یک تا اعضای عائله در همچه خانه دیگر برای عائله خودش هم کتاب بردنش ممکن. این به عده جدایی ابونمنت فرموله را تشکیل کرده شدگی. به همین طریق ما به اهالی کتاب ترغیبات کرده ایستادیم. رحمت. بینندگان عزیز، برنامه های ما دوام دارد و ما البته در دوام این برنامه به شما از تدبیری که به 5 تشبس بخشیده شده است معلومات های پوره داده می رویم. ما را ترک نکنید. میشنویم. سخن همین که امروز من همین تدبیر کلان از طرف حاکمیت ناحیه اتفاق جوانان تشکیل شده ما همه ها مراجعت میکرده هستیم که برای آینده فرزندان خودتان کتاب سوغه کنید، آینده بچه‌تون تامین کردن میشید. ما البته امروز هم امید داریم که از طرف حامیان انچه کتاب به ما سوغه میشه. باز یک سوال پیدا شد در همینجا، برای جلب نمودن جوانان به مطالعه کتاب‌های بدیعی، شوق و هوس آنها را افزودن، باز چی کار کنیم ما؟
من چی باید کرد؟ البته الان خیلی تدبیرهای بسیار گذراندن در کار، بسیار گذراندن. من خصوصا در مکتب و کالج ها هر ساعتی درس و ما هر یک آموزگار باید پیش از درس سر شدن برای طلبه اقلا 5 دقیقه درباره کتاب گپ زنش در کار. ما همین خیلی تدبیرهای گذراندن کردیم. البته صفحه کتاب خانم بسیار میشه، امید میکنیم. رحمت. بینندگان عزیز، چون گفتیم برنامه ما دوام دارد و ما الحال در کالج اگروصنعتی سویتل قرار داریم. از روی نقشه امروز در این تدبیر مسابقه ورزشی ماراتن، یارمارکه کتاب، نمایش تئاتر لختک و دیگر دستورهای ادبی بدیعی که دایر به همین 5 تشبث می باشند نمایش داده می شود. اینچنین پس از اتمام تدبیر در بینای سکتور یکم واخوری حاکم به جوانان شده می‌گذرد و در آن جوانان می توانند معماهای خود را به حاکم و دیگر رهبران دخلدار آشکار سازند. تشبث پنجم سرور دولت این با جای کار دائمی تامین نمودن زنان و دختران می باشد و چون میدونید در کالج اگروصنعتی ناحیه محفل های دوزندگی و پسندگی عمل میکنه. البته برای با جای کار تامین نمودن زنان و دختران و البته با کسب آموزاندن آنها روانه کرده شده است و حالا ما آید همین مسئله با دیرکتور کالج خداجو لطیف مراجعه میکنیم. دوملو درباره محفل هایی که در کالج عمل میکنه سخن میکردید. البته در کالج اگروصنعتی ما در ساحه‌های دوزندگی و تکنیک‌های حاجی قشلاق خدمت رساندن اختصاص کرده شده است. در اساس همین کسب‌ها ایلوواگی باز بر ما محفل‌ها تشکیل کرده شدگی، محفل‌های چلنگری، محفل پیوندچگی برای پسرها، اکنون برای دخترها باشد دوزندگی باز دیزاین، پزندگی و هر خیل رویه‌های هر خیل گوناگون برای دخترها نیز تشکیل شده است. من امروز ما در امروز تدبیر ما بعضی نمونه‌های مهنتی دستی طلبه‌ها را نمایش داده شدیم. من دوملو می‌دونیم که تشبث پنجم پرزنت ما با جای کار تامین نمودن زنان و دختران به حساب می‌رود میباشد. عموما در کالج تا به امروز چند نفر دختران همین محفل‌ها رو ختم کردن، کورس‌های دوزندگی و پزندگی رو چند نفر صاحب کسب شدند؟ در سال خوانشی 2018-19 همگی 180 نفر طلبه های ما امسال ختم میکنند و دیپلم در دوئید متخصصی دوزندگی دخترها در اساسی در باره با تکنیک های قاجی قشلاق خدمت رساندن پسرها ختم میکنند و حاضر ما 90% ختم کنندگان رو با کارخانه های دولتی با کارخانه های خصوصی 4 طرف شرطنامه بسته شده، جاهای کاری آنها البته علیق می باشد. طوری که دیده شده حاکم ناحیه تشریف فرمود، از رسته کتاب ها دیدن کرد، با جوانان هم صحبت شد و فکرهای خود را عاید بلند برداشتن مدنیت کتابخانه، افزودن شوق و هوس جوانان نسبت مطالعه کتاب های بدیعی اظهار نمود. پس آن دستور ادبی بدیعی آغاز شد. سراول حاکم ناحیه به سخن برآمده عاید اعتبار و غمخواری های سرور دولت نسبت جوانان گفته گذشت و حاکم قید نمود که امروز جوانان در مد نظر حکومت می باشند، سرور دولت می باشند. اعتبار به جوانان به یکی از سمت‌های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافته است در مملکت ما، زیرا آینده را به جوانان امروزه تصور کردن نشاید. مادامی که آینده مملکت در دست جوانان می باشد، آنها را ما در روحیه وطن دوستی از هر جهت بر کمال و صاحب معنویات کرده تربیت نمودنمان لازم است، گفت حاکم در ادامه سخنش. پس آن دستور ادبی بدیعی نمایش داده شد. Так скучно без тебя, ты сердце разрываешь, с моей душой играешь. Voy opajon, nega buncha yasanib olibsiz? Men bugun hokimimiz bilan uchrashuvga boraman. Senga nima? Men ham bormoqchi edim-ku. Sen nima qilasan? Turqingga qara. Seni qarab hamma kuladi. Sendan orlanaman, tushundingmi, ahmoq? Hamman oyimdan so'rab ko'raychi. Hoy qizlarim, nima bo'lyapti bu yerda?
oyijon qarang, hokimimiz bilan uchrashuvga borarmish. Hamma uning ustidan kuladi-ku, qarang turqiga. Qizim, sen hamma ishlaringni qilib bo'ldingmi? Ha, qilib bo'ldim oyijon. Unda bu yil opang borsin, kelasi safar sen borasan. Ajab bo'pti, xo'p bo'pti. Ko'rdingmi? Ha, men ham boraman-ku. Senga nima dedim? Borni yig'ishtir. Ha, xo'p oyijon. Oy o'zimni oyijonim, sizni juda yaxshi ko'raman. Qarang, men boraman, u esa qoladi. Bu degani men eng yoqimli farzandligimni anglatadi. Ha, qizim, sen eng yoqimlisan. Bilasizmi, kerak bo'lsa men hokimimiz bilan rasmga tushaman, kerak bo'lsa men televideniyaga chiqaraman. Televideniyada uchrashguncha oyijonim, xayr. Mayli qizim, yaxshi bor. ورزش ساحه است که دولت را به دنیا میشناسند و بدون است که در اسلوکمان با این ساحه نیز دقت و اعتبار به اندازه بزرگ ظاهر میگردد. سمت دوم تشبوس پرزیدنتمان بینندگان عزیز این جسمانان آب و تاب دادن جوانان از ساحه ورزش و البته انکشاف جسمانی آنها میباشد و شرایط فراهم آوردن با آنها در ساحه ورزش به حساب میرود. و امروز در دوره تدبیر امروز زمان در محله طول از نزد مکتب 21 سرکرده خوانندگان به ماراتون برآمدند و فینیش مره کالج اگرسنتی ناحیه به حساب میرود و ما نیز حالا در استارت قرار داریم و آغاز استارت را انتظاریم. سپورت با برابر در انسان مستحکم ساختن سلامتی، خصلت‌های جوانمردی، چالاکی، قطعیت، متانت را شکل می‌دهد. از این را در مملکت ما برای رواج دادن ساحه ورزش اعتبار جدی می‌دهند و عموما در سالهای آخر سپورت ازبکستان خیلی رشد و نمو یافت و امروز در عرصه عمومی جهانی اعتراف گردیده ایستاده است. در ناحیه دوردست سوخ نیز برای رواج دادن ساحه ورزش کارهای نظررس به عمل تطبیق گردیدند و منتظم گذرانیدن مسابقه های ورزشی در این جاده اهمیت مهم کسب می‌کند. در ماراتون جوانان حدود سکتور یکم از محله قلچه یعنی از نزد مکتب رقم 21 آغاز کرده تا کالج اگروصناعتی تاختند و در دوام این لحظه ها غالبان معین کرده شده و هر یکی آنها یعنی غالبان و اشتراکچیان فعال با مکافات های مخصوص حاکمیت ناحیه تقدیرانیده شدند. hokim va yoshlar bilan uchrashuv, qolaversa musiqa va san'at yo'nalishida, sport yo'nalishida mana shu 5 ta tashabbuslarni o'zini ichiga jalb qilgan tadbirlarni o'tkazmoqdamiz. Albatta bu tadbirlarimiz kelajakda yoshlarimizni ma'naviy muhitini sog'lomlashtirish, yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlardan deb bilaman. Bugun mana tumanimizni mana shu eng chekka qishloqdagi yoshlar, nafaqat yoshlar, qolaversa bu yerdagi aholini kayfiyati juda ham yuqori. Bu yerda mana yoshlarimizni san'at yo'lida chiqishlari, qo'g'irchoq teatrlarimizni o'zlari ijod qilishlari bu hammamizni albatta kayfiyatimizni yuqori darajada ko'tardi. Men o'ylaymanki bu tashabbuslarimizni biz tumanimizning barcha qishloqlarida, barcha sektorlarda tashkil qilganmiz, chora-tadbirlar belgilab olganmiz. Kelajakda mana kuni kecha tumanimizni biz viloyat teatridan xalq artistlari kelishdi. Biz hozir chora-tadbir belgiladik. Nafaqat o'zimiz, qolaversa xalq artistlari ishtirokida tumanimizda qo'g'irchoq teatrlari va har xil ko'rinishdagi teatrlarni tashkil qilishni belgilab olganmiz. در عرفیت میگویند که گنج مگیر و کتاب گیر، چون که گنج اگر مصرف شود به اتمام میرسد، کتاب اما یار وفادار یک عمر همراه انسان است، دوست انسان باقی میماند. در این باره شاعر بسا خوب فرموده بهترین یار وفادار کتاب است، کتاب یار بی زحمت و آزار کتاب است، کتاب. چون دیده سودید الحال عکس کتابخانه دوام دارد و ما البته با آموزگاران و جوانانی که برای مطالعه کتاب‌های بدیع شوق و هوس زیاد دارند هم صحبت میشویم. هر یک ما باید کتاب خوانیم، بسیار کتاب‌ها را خوانیم. کتاب خواند انسان برای گنده نمی‌دارد، نظم میشه. رحمت، سلامت باشید.
برنامه ما دوام دارد. بینندگان عزیز، البته امروز در همین تدبیر اهل صنعت، اهل ادب نیز اشتراک دارند، چون که آنها با جوانان واخورده، با آنها عاید شعر و شاعری، عاید رواج دادن ساحه صنعت هم صحبت می شوند. جوانان صاحب استعداد را کشف نموده با آنها راه و روش نشان می دهند و الحال در اینجا یکی از ادیبان شناخته سرخمرز رحیم برده تاشمتوف نیز حضور دارند. دوملا به شما صحبتمان را می پیوندیم. عموما درباره علم و ادب، رواج دادن ادبیات که در قسم اول 5 تشبس رهبری دولت ذکر شده است، فکر و درخواست‌های خود را میگوید. باید چیکار کنیم که جوانان به مطالعه کتاب‌های بدیع شوق و هوسشان بلند گردد؟ ما چیکار کنیم که جوانان ایجادکار در داخل کوه نمانده باید بالا روند، رواج یابند؟ چی میگوید؟ البته تشبس پرزیدنت ما درباره با کتابخانه هوسمند کردن جوانان بسیار فایده‌ناک است که این برای رشد جامعه تاثیر خودش میرسونه. خلق از کتاب دور شد، گفته گپ آنقدر درست نیست. من حاضر ما شاهد شدیم که در همین یارمارک کتاب جدا بسیار جوان ها، دخترها، پسرها آمده کتاب دیده، تماشا کرده، خوانده، میگرفتگاشون گرفتن. برای همین کتابخانه های تشکیل کردن در کار. من یک چیز به حیران شدم که پیشتر در هر یک قشلاق یک تگه کتابخانه بود و دارای 5-6 هزار کتابش بود. همه چیز آخرین وقت بنابر تشکیل شدن احریم ها گم شدم. اگر هر یک قشلاق باز هم کتابخانه تشکیل کرده شود، آدم ها همه قشلاق خودش کتاب گرفته خوانده هم میگیرند. درجه کتابخانه هم زیاد میشد، آدم های مدنیت هم بالا میشد و کتاب نسبتا شوق و هوس زیاد شده رفته میگیرند. برای همین من همین تکلیف میکنم. اهل ادب سوق همین تشبس را چخیل قبول کردند و برای به عمل تطبیق نمودن همین تشبس پرزیدنت که برای جوانان بسیار نفع‌آور است، کدام کارها را به عمل تطبیق نموده ایستادند؟ یک تشبس یک جهت ظاهر شوش همین شد که اکثریت زیایی ها، اکثریت ختم کرده های مکتب ها با مکتب ها کتاب ها تحفه کردن، خصوصا کتاب های تاجیکی در سوخ بیشتر تحفه کرده شد و با هم بهانه در مکتب ها خزینه کتاب ها زیاد شد. بینندگان عزیز، از ما دور نروید، دستور ما دوام دارد. از ساحه ادبیات به ساحه صنعت میگذریم و در این باره به شما مخبرمان انور جان جوریف معلومات های مفصل میدهند. مرحمت. خلق صاحب منابع، خلق صاحب فرهنگ بوده، خلق بسیار بزرگ است و البته با این چیز ما خلق ما را داخل کنیم میارزد، زیرا که صنعت ما، فرهنگ ما از هزار سالها سرچشمه میگیرد. بینندگان عزیز، تشبس اول پرزیدنت جمع نمودن جوانان با ادبیات و صنعت میباشد و در مقطع بچگان یختانه که رقم 3 نوحه واقع در محله خلچه تئاتر لختک تشکیل شده است و ما حالا با دیرکتور همون مقطع صحبت میشیم. داد خود بدونیم که در مکتب شما تئاتر لختک تشکیل شدگی این البته بهره به عمل تطبیق کردن تشبس پرزیدنت ما روانه شده است. میخواستم درباره همین چیز کم نقل میکردیم. البته موافق تشبس پرزیدنتمون من در مکتب تئاتر لختک تشکیل کردم. این البته برای شوق زیاد خوانندگان نسبت تئاتر، نسبت صنعت، نسبت ادبیات، نسبت موسیقی البته زیاد کرد. من از این به نهایت خرسندم. هر یک تشبسی که از طرف پرزیدنتمون تکلیف کرده شده است، البته در مکتب ها نه فقط ساحه تئاتر ادبیات بلکه ساحه های کامپیوتر، ساحه کتابخوانی هم مشهور باید رواج دهیم، چون که هر یک تشبس رهبر دولتمون این برای آینده درخشان جوانان میباشد. ما البته رهبران در اساس همین کار برده آینده درخشان جوانانمون را برای ساختن از نزدیک یاری دادن ما لازم است. بینندگان عزیز، برنامه‌های ما دوام دارد و بعد انجام تدبیر در صحنه حولی کالج اگروصنعتی تول در سکتور یکم قبول حاکم شده گذشت و در آنجا جوانان با حاکم واخورده معماهای خود را بیان کرده ایستادند. البته جوانان با مسئله های نرسیدن کتاب های بدیع در کتابخانه های مکتب ها و موجود نبودن میدان ورزشی در مکتب ها با همین مسئله ها مراجعت کردند و البته به سوال های خود جواب های موافق گرفتند و ما حالا با همان جوانان هم صحبت می‌شویم. با حاکم البته من هم مراجعت کردم که در مکتب ما بسیار سال ها باز
یعنی سپورت زال یعنی زال سپورتی نیست. من همین معما رو به حکیمم گفتم و این معما در برنامه سال 2020 سال برآورده شده است. دست به برنامه برآورده شده است. من از این خرسند شدم که در مکتب ما هم زال سپورتی ساخته میشه. از محبت ای انسان نسخه برداری نکن. از روحیت از وجدان نسخه برداری نکن. از رفتار نامردان از گفتار بدزبان از کردار ناکسان نسخه برداری نکن. تقلید را مان یک طرف تا نگردی بیشرف. از آدم ناخلف نسخه برداری نکن. تصیب درد بیدوا کس را کند بینوا. مانده در کبر و هوا نسخه برداری نکن. از شخص بیخاصیت بدگمان و بدنیت از فرد بی‌عاریت نسخه برداری نکن. از منصبدار بیهوش از چشم کور و کرگوش از کسی زبان فروش نسخه برداری نکن. دولتمندی یا درویش دور نشو از خلق خیش. از منفوران دلریش نسخه برداری نکن. تا که نزنی رهگم باش در میان مردم. از خودبینان مشؤوم نسخه برداری نکن. هرچه به خلق است عیان خود باش صاحب بیان. از ایجاد دیگران نسخه برداری نکن. مبارز در این زمان با خود باش از خود نمان. از ملای به ایمان نسخه برداری نکن. بینندگان عزیز چون تماشا کرده در دوام یک چند ساعت در کالج اگرسنت ناحیه تشبس‌های پرزیدنت یعنی تدبیر تشبس‌های پرزیدنتمون بسیار خوب و خوش گذشت و در این تمام ساحه‌های حیات در صنعت ورزش کتابخوانی کامپیوتر و عموما هنرمندی خوانندگان ما بچگان ما فرزندان ما مهارت خود را نمایش دادند و امید می‌کنیم که این گونه تشبس‌ها باز هم در ناحیه ادامه دهند و برای باز هم به عمل برآوردن تشبس‌هایی که پرزیدنتمون ما کمر همت را محکم بندیم و می‌خواهیم جهانگیری تاثیرات خود را به بینندگان می‌گفتیم. بینندگان عزیز چون دیدید و تماشا کردید البته تدبیری که با مناسبت 5 تشبس را به عمل تطبیق نمودن تهیه گردید خیلی خوش گذشت. تا قدر امکان از آن ما نواربرداری کرده لوحه ها نمایش دادیم و البته این تشبس در دیگر حدودها نیز به عمل تطبیق کرده می شود